باریک است. 4. نقش منابع انسانی HR در این دنیای جدید چیست؟ در دنیای غیر متمرکز، نقش سنتی و اداری منابع انسانی متحول می شود. تیم‌های عملیات منابع انسانی به طراح سیستم‌های پشتیبانی از انسان‌ها تبدیل می شوند. نقش‌های جدید HR: توسعه استعدادها، استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل مهارت‌های افراد و پیشنهاد پروژه‌ها یا دوره‌های آموزشی شخصی سازی شده. پرچمدار فرهنگ‌سازی، استفاده از بلاکچین برای ایجاد سیستم‌های پاداشدهی شفاف و استفاده از متاورس برای رویدادهای تیمسازی مجازی. تحول در آموزش، فراهم کردن کتابخانه‌های دیجیتال از ماژول‌های میکرولرنینگ و استفاده از شبیه‌سازی‌های واقعیت مجازی